با سلام و درود. آمریکا با دستور ترامپ روزهای نخستین سال 2026 میلادی را با حمله به ونزوئلا به بهانه حمایت این کشور از قاچاق مواد مخدر و تروریسم آغاز کرد. این اقدام واکنش‌های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. در ذره‌بین امروز نگاهی به همین دیدگاه‌ها خواهیم داشت. تا پایان ما را همراهی کنید. میثم صحرا روزنامه‌نگار در صفحه خودش گفته پس از تجاوز آشکار آمریکا به ونزوئلا و دستگیری مادورو، حقوق بین الملل توسل و زور وارد فاز تازه‌ای شد. قواعد آمره‌ها به سوی پوچی مطلق می‌رود. اشغال عادی ترین کار ممکن شده است و جنگ اقتصادی توسعه بیشتر پیدا می‌کند و جهان خطرناکتر می‌گردد. ملک ستیز، نویسنده و پژوهشگر سیاسی: ونزوئلا غنی‌ترین کشور نفتی جهان است. معادن فراوان الماس، طلا، آهن و سنگ‌های گران قیمت دنیا را در خود جای داده است. این درست است که برای آمریکا یک دولت سوسیالیستی در حیات استراتژیکش تحمل ناپذیر بود، اما واقعیت این است که این حمله و یورش برق‌آسای آمریکا به دلیل نفت، گاز و معادن غنی مواد خام است. سرمایه‌داری، انحصار و استعمار جدید با تصویر جدید که در آمریکای لاتین در حال گسترش است. این است واقعیت جهانی که در آن زندگی می‌کنیم. محمد میرویس قیاسی، کارشناس روابط بین الملل: ایالات متحده از اوایل قرن 19 بر آمریکای لاتین سلطه اعمال کرده است. با اتکا به آنچه اصل مونرو نامیده شد، آن را بهانه‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه قرار داد که واشنگتن همواره آنها را حیات خلوت خود می‌دانست. این مداخلات با دلایل مختلف توجیه می‌شد، از جمله حفاظت از منافع آمریکایی، جلوگیری از تهدیدات بالقوه امنیت ملی، حفظ ثبات منطقه‌ای و ترویج دموکراسی در منطقه. عبدالله ریحان، خبرنگار و فعال اجتماعی: به این دلیل به ونزوئلا حمله کرده که این کشور از قاچاق و تروریسم حمایت می‌کند، اما تحلیلگران سیاسی و اقتصاددانان باور دارند دلیل اصلی این است که آمریکا می‌خواهد ذخایر عظیم نفت ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورد، زیرا ونزوئلا از بزرگترین مراکز نفتی جهان به شمار می‌رود. در دنیای امروز همه چیز تابع قدرت است. اگر می‌خواهی حاکمیت، عزت و استقلالت را حفظ کنی، تکنولوژی، قدرت و وحدت ملی ضروری است. عبدالرحیم سدید، فرعون آمریکایی: کجاست سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای به اصطلاح بین المللی؟ ترامپ: ما عملیات گسترده نظامی علیه رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو انجام دادیم و او را بازداشت کردیم. طارق: برای ترامپ 3 جنوری روز با اهمیت است. چند سال پیش در 3 جنوری فرمانده بزرگ ایران قاسم سلیمانی را کشت و امروز نیز در 3 جنوری رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش را گروگان گرفته است. اما حمله بر ونزوئلا برخلاف هر نوع قانون بین المللی است. باید دید که جهان آن را محکوم می کند یا نه. عبدالحق عمری، خبرنگار: روزی شبیه آنچه بر سر رئیس جمهور ونزوئلا آمد در راه ملا هبت الله است. سمیر مجاهد از مقامات طالبان هم نوشته امروز آمریکا بار دیگر زورگویی و تجاوز غیرقانونی خود را در برابر ونزوئلا آشکار کرد. آنها نه معنای واقعی دموکراسی را میشناسند و نه آزادی را. برایشان تنها چیزی ارزش دارد که در آن منافعشان تامین شود. وقتی منفعتی در میان باشد، حقوق بشر تبدیل به شعار می شود و زمانی که منفعتی نباشد، تعرض آشکار به حاکمیت ملت‌ها و دارایی مردم را هم جرم به حساب نمی آورند. این است چهره واقعی زورگویی. با اظهار سپاس و امتنان از توجهتان به ذره‌بین امروز، در پناه ایزد منان باشید.